گل اومد بهار اومد میرم به صحرا، عاشق صحراییم بی نصیب و تنها، دلبر مهد کره گردن بلورم. آه عید اومد بهار اومد من از تو دورم. بعد بهار اومد میرم به صحرا، عاشق صحراییم بی نصیب و تنها، دلبر مهد پیکر گردن بلورم. عید اومد بهار اومد من از تو دورم. خانم و آقایان، عید شما مبارک. در کنار هنرمندان سرشناس کشورمون هستیم، داریم میریم، نمیریم به دشت دمن، میریم به صحرای دل. این دوستان، این هنرمندان واقعا انسان میخوان امروز نشون بدن که عید ایرانی عید ایثار و محبت و عشق و سلامه. امروز در خدمت دوستان در آستانه نوروز داریم میریم به قلب لس آنجلس، دانتان لس آنجلس و قلب بزرگترین کشور سرمایه‌داری جهان. که چیکار کنیم آقا مرتضی؟ والا به بیچاره ها، به کسایی که محتاجن، به کسایی که احتیاج دارن، چه از نظر غذایی، چه از نظر محبت، عشق، بتونیم یه ایثاری بکنیم براش. بسیار عالی. در کنار هنرمند سرشناس، این دختر خوب شهره سلطی هستیم که همیشه در کار خیر پیش قدم. معدود هنرمندانی است که در کار خیر پیش قدمه. شهره جان عیدت مبارک. مرسی فرزانه. چه احساسی داری الان که داریم میریم به سوی این دوستان که میخوایم در کنار انسان ها باشیم امروز؟ والا این اولین سالیه که کار مثبتی داریم انجام میدیم به نظر من. همیشه شما نه اولین سال کار رسانه‌ای یه کار مثبت انجام میدیم، به خاطر اینکه به کسانی که احتیاج دارن و باید که از نظر غذایی، از نظر هر کمکی که از دستمون برمیاد انجام بدیم. انشالله که در ایران خودمون بودیم این کارو میتونستیم قسمت کنیم با کسانی که در ایران هستن. هنرمند دیگر این کاروان آقای حاطفه، هنرمند خوب، هنرمند یه شخصیت خاصی داره. حاطف چه احساست چیه؟ اولا عیدت مبارک هست. عید شما مبارک. تبریک میگم به هموطنان عزیزم. نوروز خجسته رو از کنم حرکت خیریه. به هر حال خوشحالم که تو این حرکت خیر سهیم هستم. شما پیشگامان هستید. خواهش میکنم. به هر حال امیدوارم که در بخش و نقاط کشور خودمونم اگر کسی میتونه واقعا بتونه به نیازمندان کمک کنه، خب حرکت شایسته خواهد بود. بله بسیار. خانم پریسا ساعد، مفسر، گوینده، برنامه ساز، گردن کلفت جامعه ایرانی خارج از کشور. خانم ساعد خیلی خیلی محبت کردین در این کاروان، همراه هستین. پاس کنین به این احساس با سپاس از تو فرزانه عزیز، با عرض تبریک سال نو به تمام هم‌میهنان عزیزم در هر کجای دنیا که هستند. امروز روز تقسیم عشق و مهر و دوستی. نوروز یعنی مهر، نوروز یعنی عشق، نوروز یعنی دوستی، نوروز یعنی سخاوت. ما همه داریم میریم که این عشق و مهر و دوستی رو با هموطنان غیر ایرانی تقسیم بکنیم. خیلی ممنون. حالا هستید در خدمت. شوره جو میدونه امروز، حالا دیگر دوستانم اونجا هستن معرفی میکنیم، میدونه امروز نقشه پیش خدمت بعد بازی کنیم؟ جدا من آمادم. همیشه حاضرم که پیش خدمت باشم. ولی سال نو رو تبریک میگم به همه هموطنان عزیز ایرانی. امیدوارم سالی پربار و پر از سلامتی و هر چی که از خداوند بزرگ میخواین خداوند بهتون بده. ما هم داریم یه کاری میکنیم، کاری خیلی خیلی مثبت و امیدواریم که بتونیم یک ذره کوچولو به مردم کمک کنیم. درود بر شما. اما در این سو آتشباره صحنه ها دوست بسیار خوب من، هنرمند بسیار بسیار شایسته، آتشباره علی پورتاش، هنرمند سینما تئاتر پورتاش
فعالیت معلم اولا نخست یک مقام بزرگ داره، اما هنرمند بسیار شایسته، بسیار از فیلم‌های هالیوودی شرکت داشته. تئاتر این افتخار داشتم که همکاری داشته. علی پورتوش، علی جان احساس تو بگو، تبریک هم بگو. اولا به همه ایرانیای عزیز و همه کشورهایی که نوروز رو جشن میگیرن تبریک میگم. ولی چیزی که خیلی باحال قضیه اینه که ما ایرانی‌ها داریم میریم امروز نوروز رو با هوملسای آمریکایی بگذرونیم و این همونطور که شوره جانم اشاره کردن تا حالا نشده، تا حالا نبوده و به تبریک میگم. کار خوبی کردی، کانسپت خوبیه و امیدوارم که هر سال این اتفاق بیفته، برای اینکه کار خیریه. مرسی عزیزم. حالا خیلی کار داریم امروز. مرتضی جان یه می‌خواستی گل اومد چی بود؟ بهار اومد. من باید بگیرم. هر کسی خودش باید. اولا که سعدی میگه بنی آدم اعضای یکدیگرن. درسته؟ فرقی نمیکنه که ایرانی، امریکایی، سوئدی، هر جای دنیایی که باشن هیچ فرقی نمیکنه. باید به همه کمک کرد، عشق داد، محبت کرد، مخصوصا در یک چنین روزی که برای ما ایرانیان نوروز هست و این روز رو همه کشورهای دنیا، مخصوصا کشوری که ما هستیم امریکا، روز رسمی شناخته شده برای مملکتش، برای تقویمش و باید ما هم کوشش بکنیم که بتونیم این روز رو بیشتر بشناسونیم به جاهایی که درش زندگی میکنیم، حالا چه در امریکا و چه کسانی که در جاهای مختلف زندگی میکنن. من آرزو میکنم که یک روزی انشالله سال آینده باشه، برگردیم به وطن خودمون، زیر آسمون خودمون، روی خاک خودمون، نوروز رو اونجا جشن بگیریم و بتونیم عشق و محبت رو اونجا به مردم ایثار کنیم. سال نو مبارک باشه. 1394 شد، انشالله 1395 زیر آسمون ایران باشه. درود بر شما، درود بر شما، درود بر شما. برافو.
در طول سالها شوهر جان، مرتضی جان، آقای پورتاش، آقای حاطف عزیز، خانم ساعد و دوستان، در طول سالها ما خیلی از نظر اسمی بنا به دلایل گوناگون اسم ایران زیر سوال رفته. متاسفانه امروز گوشه کوچکی رو میخوایم نشون بدیم که بابا ایرانی، خود ایرانی در هر جای دنیا باشه مملو از عشق و محبت و ایثار و سلام و رفاه و عشقه. این خب گل اومد چی؟ بهار اومد دیگه. نه بعد بخونی. خوندیم که نه یه رفت گرد گل اومد بهار اومد میرم به صحرا، عاشق صحراییم بی نصیب و تنها، دلبر مه پیکر گردن بلوره. علی جان عید اومد بهار اومد من از تو دوره. آتیش باره گفته چی؟ خب در آستانه نوروز معمولا سوال میکنن دیگه، هم میگیم بریم ایران، بریم مملکت خودمون، طبیعی هم هست. واقعا اگه یه آرزو، حالا اینی که همه داریم، هر ایرانی که در هر گوشه جهان باشه دلش بخواد تو خاک خودش باشه، این طبیعیه. شوهر جان اگه یه آرزو داشته باشی یه دونه فقط در این لحظه در آستانه سال نو، چیه؟ سخته ها، میدونم، آدم خیلی آرزو داره ها، میدونم. والا اونی که گفتی که دوست داشتم آره اون همه داریم. آره. وطنمون ایران عزیزمون بودیم، ولی خب حالا که نیستیم. ولی دوست دارم که اگر میتونن مردم به خاطر منم شده به کسانی که ندارن کمک کنن. و آرزوی دیگه هم بگم. بگو دیگه، حالا پارتی بازی دو تا بکنم. آره یه دیگه هم دو تا دیگه آرزو هم داشتم. امیدوارم که فرزان جون به زودی یک فیلم دیگه درست کنه، من توش بازی کنم. خیلی گرد. حاطف جان شما چه؟ حالا منم به هر حال بردگیری. بله منم به هر حال آرزوی صلح و دوستی و به هر حال آزادی برای کشورم آرزو دارم. من امیدوارم هر چه زودتر حداقل بتونم ببینم این آرزو رو، چون سنمون داره میره بالا یواش. همه ماشاءالله اینجا جوونی. چه صفایی داره مهمونی برا بچه های شیطونی، آقا پسرای گل، پسر دختر خانومای تهرونی، آقا پسرای شاه، پسر دختر خانومای شمرونی. چه تعارفایی میکنن و چه هدیه ها به هم میدن، در گوشی پچ پچ میکنن و حرف همو به هم میگن. چه صفایی داره مهمونی، مهمونی های ایرونی، چه صفایی داره مهمونی، مهمونی های ایرونی. یکی مست و خرامان شده اون گوشه نشسته، یکی عاشق و حیرون فکلش و کج کله بسته، یکی تاجر بازار، اون یکی حکیم باشین شهر، یکی با همه آشتی، اون یکی با همه کس قهر، یکی از بس که پول داره چه خوشحال به چه خندون، یکی از فرط بی پولی شده ساکن زندون. قصه نیاد به مهمونی، خنده بیاد تو مهمونی، قصه نیاد به مهمونی، خنده بیاد تو مهمونی. آقای پورتاش عزیز، منم دو تا آرزو میگم. نه یه دونه دیگه نمیشه، خیلی کار داریم. خب من چون همسرم مندی 25 ساله که بیماری MS داره و فلج افتاده تو چرخ دستی، اینه که آرزو میکنم که هم همسرم هم هر بیماری، واقعا چه بیماری MS داشته باشه، چه سرطان یا هر بیماری دیگه، همشون شفا پیدا بکنن. باریکلا. شما گفتی؟ منم اصلا نگفتی شما. آرزوی بگیرم اینو. یه دونه ها، یه دونه جوره پارتی بازی کرد. من 34 ساله که اجباراً غربت نشینم، کوچ کردم به اینجا و از 34 سال پیش که من از ایران اومدم بیرون، جمعیت ایران 2 برابر، بیشتر از 2 برابر شده. بله. ماشاءالله. و من آرزو میکنم که انشالله سال آینده یک اتفاقی بیفته
که این 70 خورده میلیون جمعیت ایران با هر عقیده سیاسی، مذهبی، اجتماعی که دارن دست در دست هم کنار هم باشن، به جای اینکه روبروی هم باشن، عشق و محبت و دوستی رو سر سفره هم بیارن. و ایران که شایستشه در جهان که هست و به درخشه. برنامه ادامه خواهیم داد. برنامه نوروزی در حرکت هستیم به سوی من خیلی کار آرزوشون که امروز همه چی به خیر بگذره. منم خیلی آرزو دارم، آرزو بدر خیلی موندم. یه دونه. آره خدمتتون عرض کنم که یه فیلم درست کنی. جانم. آره خدمتتون عرض کنم برای دارم یه سال هاست آرزو داریم یک فیلمی درست کنیم که نمایانگر امروز اوضاع جهان در ارتباط با خودمون باشه. این کار رو داریم انجام میدیم، امیدواریم بتونیم در این سطح وسیع‌تر، در سطح جهانی که باعث افتخار جامعهمون باشه بتونیم قدمی بردیم. بالاخره من 34 سال بچه‌ها دورخیز کردم. یه سریال بازی کردیم با ابیو اینجا درست کردیم. اولین سریال ایرانیه. شاید اصلا تو برنامه عید بذاریمش. خداحافظ تهران. همینجوری خداحافظ آمریکا. برگردیم میریم. خب بچه‌ها خسته شدن، در راه هستیم به سوی دانتان لس آنجلس. امروز همه در نقش پیش خدمت در خدمت مردم از شبکه مرسی. آمد از ره فصل زیبای بهار، نوبهاران خنده زد بر سبززار. پیک نوروزی رسید از آسمان، از سفر آمد پرستو نغمه خوان. باز شد چشم برافشه بر بهار، سبز و نیلی در کنار چشم سار. بخت اگر خواب است بیدارش کنید، عاشقانه باز دیدارش کنی، عاشقانه باز دیدارش کنی. عید شما مبارک. در خدمت دوستان عزیز، هنرمندان محبوب ایرانی، شهره سلطی، مرتضی برجسته، حاطف عزیز، علی پورتاش، خانم پریسا ساعد، مفسر و برنامه ساز و دیگر دوستان ملحق میشن. داریم میریم به قلب دانتان لس آنجلس. امروز روز پذیرایی ایرانی ها از انسان های دیگه است. این رو شما هم شریک هستید، ما هم شریک هستیم در لباس خدمتگزاری به بشریت. خب بچه داشتی خاطره میگفتن، پورتاش داشتی خاطره میگفتن. آره من خاطره که دارم اینه که 78 یه سال قبل از انقلاب اومدم آمریکا، اومدم لس آنجلس و تنها اومده بودم. خیلی هم دلم برای عید تنگ شده بود و داشت عید میشد. بعد منم دیگه خیلی ایموشنال شده بودم، دیدم چیکار کنم، کسی هم ندارم و
بعد رفتم سراغ این یلو پیج ایرانی هم اون موقع خیلی کم بودن. گفتم اسم ایرانی که پیدا کنم بهشون زنگ بزنم ایدو تبریک بگم. کسی نمیشه. اصلا فکر کنم اقرار کردم بالاخره چند تا اسم ایرانی پیدا کردم زنگ زدم. سلام خانم منو نمیشناسین مهم نیست. من خواستم عیدو بهتون تبریک بگم. آقا خیلی ممنون متشکرم اینا. به چند مثلا به یکیشون زنگ زدم. یا برگشت آقا شما وقت گیر آوردی واقعا ول کاری نداریم. همینجوری ایموشنال سال بعدم همین کارو کردم. باز کتابا رو برداشتم آوردم شروع کردم دنبال این دنیا گشتن. به همه با دوست دختر آمریکایی بودم ولی خب تنها بودم که چه نشم. بعد شروع کردم مثلا 79 عید 79 شروع کردم همینجوری زنگ زدن. بازم همه مرسی خیلی با آقای رسید بعدم نمی‌دونم اون آقا است. بعدش گفت شما همون خله نیستی که پارسالم زنگ زده بودی. آقا به هر حال عید نوروزت مبارک. جان چه خاطری از نوروز داری؟ از شبانه‌های گذشته امروز دیروز. والا چند سال هست که فرزان جون نبودم نوروز اینجا سر سفره حفصیم. ولی خب هر سال حفصیم به راست در خونه ما، یعنی هر سال میچینه گیتا با دخترم. بله. و اینکه اگرم یه سین کم باشه سولتی رو میذاره عکس ولی جالبش اینه که حالا شما رو بذار شوره سولت نه سهره سولت. ولی جالب اینه که شما هنرمندان به ویژه در ایام نوروز این جشن رو بزرگتر میگیرید در گردهمایه مختلف جشن‌های نوروزی. خب این برای اینکه خوشیومه. من فکر می‌کنم که وقتی سفره هفسین رو می‌ذاریم ما از بچگی خب چشامون رو باز کردیم همیشه مادر پدرامون سفره هفسین بوده و این رسمو از اونا داریم همینجوری نسل به نسل تا خودم تا اینجا رسیدم که گفتم هر موقع نبودم یا اگر شما هم تنها بودین به دخترم اینا سفره سولتی توش باشه. نه سفره هفسین رو بذارین. برزه جان خاطر نوروزی چی داری؟ از دیروز پریروز هنوز امروز؟ والا من قشنگترین خاطر نوروزی من آخرین نوروزی بود که قبل از انقلاب بود در ایران. اتفاقا شهرم بودش در آخرین برنامه تلویزیونی بود عید نوروز در تلویزیون ملی ایران با مرحوم بدیزاده بودش. آخرین باری بود که ایشون تصویرشو در تلویزیون نشون دادن. اون آهنگ معروف یه پول خروس بابا جان یکی پول خروس یادش بخیر. از قند و شکر به ابروی خروس بابا جان یکی پول خروس آقایان یکی پول خروس بابا جان یکی پول خروس. لیلا بود و من و شهره این آهنگ رو لایو اجرا کردیم. البته لیلا با من و شما اون سال توی اون آخرین شویی که در تلویزیون ملی پخش شد تقریبا ما 4-5 تا از آهنگای مرحوم بدیزاده رو بازسازی کردیم و ماشین مشتی ممدلی، زالزالک، یه پول خروس اینا رو همه رو بازسازی کردیم. این واقعا سنش باید خیلی بالا بود. بله ایشون بعد از 2 سال دیگه متاسفانه فوت کردن. ولی خب این یه خاطره برای من هستش که در اون سال تونستیم در کنار مرحوم بدیزاده بشینیم. میدونی که ایشون یکی از پیشگامان موسیقی تقریبا میشه گفت پاپ شاید. اون موقعی که در ایران اصلا ضبط نمی‌کردن میرفتن در هندوستان در اروپا اینا آهنگا رو جمع می‌کردن ضبط می‌کردن و میومدن به ایران. و خب اون سال قشنگترین خاطره‌ایه که من دارم. بعدش هم که خب 2 سال بعدش هم دیگه من اومدم به امریکا. بله. خیلی جالبه بچه ها دوستان وقتی که سوال میکنیم از خودمون میپرسیم بیشتر خاطره ها باز برمیگرده. مثلا هر کدوم از ما من 34 سال 33 سال اینجا هستم شما سالیان سال ولی خاطره ای خب برای خیلی دوستان دیدیم 30 سال گذشته 30 و چند سال گذشته اما خاطره باز برمیگرده به آب و خاک آدم. خاطرهای شیرین برمیگرده به اونجا. حاتم جان خاطره نوروزی چیه؟ من بالا اون لحظه سال تحویل همیشه برام هیجان انگیز بوده، خصوصا اینکه خانواده بزرگی داریم ما همه جمع میشن لحظه سال تحویل فرق نمیکنه. بله قبیله از که اون لحظه سال تحویل واقعا برام هنوز تو این 34 سال اینجا تکرار نشده. اون لحظه‌ای که تو ایران بود نبود. اون احساس رو هرگز ندیدم. اون احساس بعد تداعی میشه فقط. دقیقاً ولی هنوز اون احساس رو نتونسته اینجا در واقع برام ایجاد بشه برام اینجا. خانم سعید دکتر جان شما چی؟ والا من هم باز دوباره از
از در رابطه با من اول فروردین روز تولدمه. پس بنابراین دختر بهار مرسی عزیزم. و یکی از خاطرات خوبم این هستش که بدون که انتظارشو داشته باشم، یه روز که سر سفره 7 سین نشسته بودیم، همونجام سورپرایز کردن تولد برای من گرفتن و بوی اسکناس نو لای کتاب، بله هنوزم بوشو حس میکنی؟ بله. اینجا نه. و خب آرزوی عشق و محبت و همونجوری که هاتف عزیز گفت دور هم جمع شدن ها، تقسیم احساسات با اعضای خانواده، همه اینا خب خاطرات خوبیه. بسیار. خدمتتون عرض کنم که حالا یه خاطره نوروزی من دارم. یک دور زن نوروز گذشته بود در کنار هنرمند خوبمون جاویدان نام آرمان، خانم گوگوش، برادرم، یا آقای قچو مال پخش بود و با یه ون داشتیم میرفتیم محل پیدا کنیم توی شمال برای فیلم برداری. یه فیلم قرار درست کنیم به نام زیر چراغ قرمز. مثلا ساعت 6-7 بعد از ظهر از مثلا فکر کنید مثلا از چالوس به طرف نوشهر یه بلد هم داشتیم. بلد اون وسط جلو نشسته بود، من نشسته بودم، بلد نشسته بود، این راننده هم داشت رانندگی میکرد. این بلد شمالی هم بود، خیلی هم بچه خوب که جاها رو به ما نشون میداد. همچنین داشتیم میرفتیم، هوام تاریک شده بود تقریبا، نم بارون هم میومد. این ون مثلا 7-8 نفره هم داشت رانندگی میکرد. این آقام داشت با لهجه شیرین شمالی داشت صحبت میکرد که آره اینجا وضع اینجوریه و نمیدونم، ناله میکرد و شکایت میکرد و تعریف میکرد و از صید و از ماهیگیری و لای حرفایی که داشت میزد. اینو بعدا فهمیدیم همین داشت میگه برار اسب. بله برار اسب رو داریم اینجوری میکنیم و این اتفاق افتاده و این بعض اینجوری و کار میکنیم و برار اسب و آقا این برار اسب گفت نگو یه اسب تو جاده بوده این میدیده اون ته. آقا برار اسب و تو شیشه ماشین. گفتم چرا نگفتی؟ آقا من گفتم که برار اسب دیگه بابا، من خیلی وقت دارم میگم. اینم خاطره ایام نوروز ما. در کنار دوستان داریم میریم به سوی قلب لس آنجلس، دانتان لس آنجلس و پذیرایی از انسانیت و عید رو با دیگران جشن بگیریم. در خدمت شما همه با همدیگه داریم میریم در کنار دوستانی که اونور نشستن و دیگر هنرمندانم ملحق میشن در اونجا به ما. عید شما مبارک. عید شما مبارک. بهار به تدبیر لیل و نهار، بار کن شاخ درختان چون دارم میل انار، سکه سرکه و سیر حاجی معرکه گیر، گرد سفره بشینیم منتظر دعای پیر. نوروز و روزه همیشه پیروزه، نوروز و روزه همیشه پیروزه. که زیر غم ندارم، اگه هم مقام دارم ناد علی چاره کار، پدرم زد به سرم گفت پسرم چایی بیار، خدا کم به من نده ولی بیشترم نده، چون ندارم جنبه ثروت زیادیش باسم بده. نوروز و روزه همیشه پیروزه، نوروز و روزه همیشه پیروزه.
Küçelere süsepmişem, küçelere süsepmişem. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele geçsin, ele gelsin, ele geçsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. این آهنگای ترانه‌های آذری هم یه حزنی داره هم یه شادمانی درشه. اصلا بچه خیلی خوبه اون شما ببین میگه gel hanım gel yanıma gel gülüm gel yanıma gel men ölüm men ölüm men ölüm gel ölüm gel ölüm gel ölüm ne gel hanım gel yanıma can veririm ben canana can veririm ben yamana gel hanım gel gel yanıma من خواستم ثابت بکنم ما خانوادگی ترکی خواهش من ترجمه بکنید میگه خانم جون بیا طرف من فقط شما بیا طرف من بقیه‌اش با من شما ترکی خوندی تو آهنگات؟ من خیلی ترکی خوندم. راست میگی؟ من یه آلبوم کامل ترکی دارم. بابا پرو کن سال دیگه. یه تیکش مثلا بخوای چیزی ترکی جالبه. ببین من بچه تهران ببین از حفظ نیست که اینا رو نوشته خوندم. همه رو نوشته خوندم. الان میگفتی هزار بدبختی اینا رو یه خودش رو حفظ کردم. خب واضحه. جالبه. خب شما بهتر میدونید که هر گوشه مملکت ما این موسیقی فولکلورش چه بری شرق چه غرب چه جنوب یعنی اون حال خودشو داره. من همدونی هم بلدم. همدونی چیه؟ میگه باریکلا باریکلا. حالا تازه استعداد شکوفا شده داره میخونه. تو آخه همه جای ایران داره همدون نداشت. من رفتم سپاهیگری اونجا دیدم دختر صابخونه هم اونجا اتاق گرفته بودم سپاهی بودم دیدم داره میخونه گفتم اینو تو رو خدا بگو من یاد گرفتم و برام نوشتم. میگه روسی خان جان من خام جان نشته بودیم آهان در میان سیزان چنجه میشکستیم آها با دندانای بی جان اک خدا جان اک خدا جان کور بشن که چل بشن با این عروسیشان کور بشن که چل بشن با این عروسیشان. ببین خیلی نامردی شعره ولی میگه عروسی دارن ما هم نشسته بودیم تو زیر زمین داشتیم تخمه میشکوندیم امیدوارم با این عروسیشون کور کچل بشن. همه دنیا همیشه با هم دیگه دعوا داشتن. اصلا عاشق بوده حتما دیگه. ولی همینطور که میگه واقعا موسیقی فولکلوریک ایران از هر کجای ایران که باشه بسیار زیباست. من خودم یکی از افتخاراتم اینه که از همه جای ایران خوندم. ولی تمام قوم‌های ایرانی آهنگای مخصوص نوروز دارن خیلی هم زیبا هستش. آهنگایی که برای نوروز خونده شده در موسیقی کرد، در موسیقی ترک، در موسیقی همه جای ایران. انار کجاییشو بخونی؟ انار مال بلوچستانه. انار بلوچستانه البته مال نوروز نیست ولی خب هر آهنگ شادی رو میشه به نوروز اختصاص داد. هیچ فرقی نمیکنه. این مال بلوچستانه که اینا هم مرز افغانستانن. البته افغانیام ادعا دارن روی این آهنگ، بلوچام ادعا دارن ولی من از نه جنگ نشده هنوز. ممکنه راه بیفته. انار هنوز هم گوش میکنن بچه‌ها. یکی از آهنگای همینو بیا خیلی گل کرد. ببین آهنگای فولکلوریک به دلیل اینکه از قلب برآمده بوده ریشه داره کوتاه بوده همه بلد بودن و خیلی هاش توی مردم نفوذ کرده. مثلا آهنگای شیرازی، آهنگای کردی، این نوع آهنگا بسیار بسیار آهنگای قشنگه و در نوروز امسال فکر میکنم که خیلی زیباست که این آهنگای شاد همینطوری تکرار بشه در هر نوروزی و یادآوری بشه. عزیزم انار یه ذره باید بخونی یادآوری بشه. آی انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم آی انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم هر کاکل زر همسری دارد در خانه
عشق دلبری دارد آی سبز نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم آی سبز نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به حالا همه آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم. اینم بر شما نوروز بر شما مبارک. در خدمت دوستان شورای سنتی مرتضی برجسته، آقای حاطف، دکتر پریسا ساعد، علی پورتاش و دیگر دوستان داریم میریم به سوی دانتان قلب لس آنجلس عید رو، نوروز رو در کنار دیگر انسان‌های این جهان جشن بگیریم. در خدمت شما. سفره 7 سین ایرانی در قلب دانتان لس آنجلس. امروز امریکایی ها و دیگر زبانان میدونن که نوروز ایرانی خانم اوباما، آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه، تمام جهان امروز جشن ایرانی و نوروز ایرانی تبریک میگن. در کنار شهره سنتی مرتضی برجسته، هنرمند خوبمون، دکتر پریسا ساعد، اردوان مفید، جیمی صدقی و علی پورتاش، آقای بهروز جلیلی عزیز، خدمتتون هستم، آقای آیرملو عزیز و دیگر دوستان، حاطف عزیز، در که خیلی دوستان هستن و ملحق دارم میشن. چه خبره آقای مفید؟ سالی یک بار ایرانی ها تلاش میکنن که این سفره 7 سین خودشون رو با مردمی که در این لحظه بی‌نوا هستند، نتوانستند در مسیر زندگی قرار بگیرند و این چانس رو در این لحظه از دست دادن، این سفره رو سهیم بشن. کسانی که در اونجا هستن و دارن غذا میدن الان، از بازرگانان، از دکترها، از پزشکان، از وکیل‌های بسیار هنرمندانی و هنرمندانی که شما الان آمدیم در اینجا شرکت میکنیم، نشون میدیم که سنجد و سیر و سماق، سبزی و سبزه، سمنوی ما آن چیزی است که از قلب لس آنجلس به داخل تهران داره وصل میشه. ما در واقع این پیام رو داریم به مردم جهان میدیم که روز آغاز نوروز ما سفره است که به تمام ایرانیان و از داخل ایران به تمام مردم جهان وصل است. سفره 7 سین خارج از کشورمون و پرمعنا و معناش بیشتر از زیباییشه، چرا که در قلب یک مملکت غریب نوروز جشن میگیرن. مرزا چی فکر میکنی شما؟ نوروز میشه گفت اولین عیدیه که در دنیا جشن گرفته شده. برای سال جدید ایرانی‌ها جشن گرفتن و من خیلی خیلی خوشحالم که الان دنیا داره به این مسئله توجه میکنه. غیر از امریکا، ایران که خب همیشه در هر موقعیت تاریخی سنت‌های خودشون رو حفظ کردن ایرانی‌ها، الان دنیا داره به این مسئله توجه میکنه که نوروز یکی از بزرگترین
اعیاد و سنت‌های جهان هستش و نشونش همینه که الان شما ببینید در دانتان لس آنجلس چه شور و هیجانی هست. خانم اوباما در همه جای دنیا رهبران سیاسی نوروز رو تبریک گفتن و من به سهم خودم به عنوان یک ایرانی تبریک میگم نوروز را به تمام فارسی زبانهای دنیا و کسانی که به نوروز احترام میذارن و جشن میگیرن. غذا باید بریم بدیم. پورتا چی داری بگی این لحظه؟ من واقعا میخوام به همه ایرانیای عزیز و همه افرادی که نوروز رو جشن میگیرن، چه ایرانی چه غیر ایرانی، تبریک بگم این سالو و چقدر خوشحالم که همراه دوستای خوبم هنرمندم تو دانتان لس آنجلس داریم این هم کاریو انجام میدیم که خیلی انسانیه. مرسی عزیزم. والا من سال 1394 رو تبریک میگم. چقدر خوشحالم که تونستم امروز اینجا باشم و این سفره هفت‌سین زیبا و واقعا مرسی فرزان دلجو وقتی از من خواست که به دانتان لس آنجلس بیام. گرفتاری شهره برنامه متعدد داره، گفتم یه کار خیر داریم. نه واقعا ممنون از شما. مرسی خیلی خیلی ممنون از شما تمام کسان ایرانیایی که زحمت کشیدن. همه خیلی متشکرم و ممنون. نوروزتون پیروز. نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز. ببینید این نوروز، جشن نوروزی به هیچ عنوان تنها جشنی است که نه سیاسی است و نه مذهبی. این تنها جشنی است که همه ایرانیانو از تمام گروه ها، کرد و لر و قشقایی بگیر تا برسی به آذری ها در گرد یک میز میشونه بدون آنکه باشد. به اضافه اینکه این سفره زمین و دریا و آسمان رو در اختیار ما گذاشته است تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخورید. نوروزتون پیروز. به آمریکایی‌ها، به شهروندان آمریکایی نوروز تبریک. بچه‌ها بس غذا بدید بریم. همونگونه که میبینید بسیاری از شهروندان آمریکایی که شاید یک دو بار یک غذای مناسبی نداشتند نوروز با اونها جشن میگیریم در کنار هنرمندان خوبمون مرتضی، علی پورتاش، خانم ساعد، شهره سلطی عزیز، بهروز جلیلی، جیمی صدقی، علی آهنین، حاطف و دیگر دوستانی که ملحق میشن. این وظیفه امروز ماست. نوروز رو پذیرایی از انسان آغاز کردیم.
باید نخوردی هنوز. فرزانه دلجو، کاری که شما دارین میکنین و از ما خواستین که بیایم با شما همکاری کنیم یکی از بهترین کارهای خیلی بودی که من تو لس آنجلس تا حالا دیدم. به بخش دیگری داری میریم. بچهای مرسی میخوان لباس بدن به کسانی که شاید لباس مناسبی نداشته باشن. در این بخش از برنامه نوروزی شبکه مرسی با همین. رامین جان داریم لباس میدیم، لباسای به هر حال گرم و تابستونی و پاییزه و در صف ایستادن. از اون هم یک صف دیگه هستش و بچهای شبکه مرسی با دیگر همکارانشون در این کار رو انجام میدن. به عشق شما، به عشق نوروز، به عشق نام ایران، به عشق محبت، به عشق بهار، به عشق دوستی، به عشق صبح در خدمتتون هستیم. نوروزتون مبارک. در ادامه برنامه‌های امروز با ما باشید. خانم ها آقای نوروز رو با هم داریم جشن میگیریم در دانتان لس آنجلس. به استودیو هم برمیگردیم. دوستان عزیز، در دانتان لس آنجلس هستیم. همونجور که اطلاع دارید همگی اینجا جمع شدیم تا نوروز رو با دوستان غیر ایرانی تقسیم بکنیم. در حقیقت معنا و مفهوم نوروز رو که بیشتر بوی سخاوت و دوستی و عشق و پارتنرشیپ و شراکت میده. خانم شوره سولتی اینجا تشریف دارن، آقای فرزانه دلجو هستن، آقای علی پورتاش هستن و دیگر دوستان. همگی در این فرصت ما داریم دقیقاً یه سری لباس و پوشاک تقسیم میکنیم بین خانمان هایی که در لس آنجلس جمع شدن. شوره سلطی امروز سخت گرفتاره و یادش رفت امروز قرار تبریک داره به کنسرت بزرگ نوروزی. یادش رفته این مسئله رو. انقدر این واقعا پرمعناست این کار. شوره جون خودش من و شوره اون ور بودیم، داشتیم لباسا رو تقسیم میکردیم. گفتن من و شوره مسئولیم که لباسای زنانه رو تقسیم بکنیم و بعد بخشی رو مرد دادن. شوره جون خودش گفت مثلا میخوام اینجا وایسم این لباسا رو همه رو بدم و واقعا این خیلی احساس زیبایی هستش. با عرض تبریک مجدد برای این روزهای نوروزی در میدنایت میشن هستیم. از طرف شبکه مرسی باهاتون صحبت میکنیم. دوستان ما اینجا هستن، آقای فرزانه دلجو و آقای حاطف، خانم شوره سلطی، دوستانی که آمدن اینجا همگی که همکاری داشته باشن که به مستمندان این منطقه کمک رسانی بکنیم. در میان این دوستان جوانانی رو میبینیم که ایرانی هستن اکثرا و خیلی عاشقانه و صمیمانه در این روز این همکاری رو با دیگر هموطنان عزیز داشتن. از اینجا شروع میکنم من. سلام
What's your name? Sam Shirazian. فارسی حرف میزنی؟ یکم. Okay. Why are you here? We're here to help everybody, and we're here to for Nowruz. Okay. What is the concept? What's your motivation to be here? To be here, to help out our fellow man. Okay. I feel like it's our mission Can to... you say that in Farsi? Oh, I don't know. Kaveh, can you help me out here? I don't know how to say that in Farsi. What was it? To help our fellow man. که به همگی کمک بکنه. کمک بکنید. اسم شما؟ کاوه. کاوه. خب شما هم هر سال اینجا میاین؟ اولین سالمه اینجا. اولین سال. How do you feel about being here? I love it. It's awesome. I love helping people. It's a nice feeling, huh? Love it, yeah. Nice. It's the best feeling. Great. So how many hours you were here today? Since 12, about 4 hours. 4 hours. And everybody already were fed and they got their food. And then the other side they got their clothing. Okay. Now behind me, what's your name? Alistair. Alistair. Yes. Are you Iranian or? I'm half Iranian, half British. Half yes. Iranian. So what brings you here? Well, I just came here with my friends and my family today to help feed the people of Los Angeles. Yeah. Is it your first time also? No, it's not. We've actually been here before. This is our first time here for the Persian New Year, but we come here every year for Thanksgiving and for Christmas as well. Okay. How do you feel about Persian New Year? I love it. It's a blast, yes. Okay, nice talking to you. Nice Come on, don't hide. Hi. سلام نیلوفر. حالت چطوره؟ خوبم مرسی. فارسی حرف میزنی؟ یکم. خب خیلی خوب. بگو به دوستان عزیز چرا اینجایی؟ از کی اینجایی؟ آیا بار اولته که اینجایی؟ سال اولم اینجام. I just want to help the community. I thought it was a great cause, and so I'm out.